سلام. یه ذره طول کشید برای این یکی ویدیو، ببخشید. قطعاتی که سفارش داده بودم رسید برای این پروژه‌ای که قراره با هم انجام بدیم. قبلش یک ویدیو کوتاه میخوام راجع به سایت‌های سرمایه گذاری جمعی یا کراود فاندینگ براتون بگم. ممکنه شنیده باشین چیزایی مثل کیک استارتر و اینا. ورژن‌های ایرانی من الان یادم اومد، سعی میکنم معمولا باز کنم. سایت ها رو قبلش که وقت شما رو نگیرم، ولی خب از صفحه خارج شد. این نمونه ایرانیش بود، یادم بود تو ذهنم هم چیزی بود، ولی خب ظاهرا یکی دو سال هم نیست، سال 99 از دست خارج شد. حالا بگذاریم. کاری که اینا میکنن چیه؟ کیک استارتر و ایندیگوگو رو احتمالاً اسمش رو شنیدید. کیک استارتر معروف ترین سایت و بزرگترین سایت از نظر گردش مالی توی زمینه کراود فاندینگ هست، همون تامین مالی جمعی. قضیه از این قراره: شما میاد اینجا یک پروفایل ایجاد میکنید، پروژه خودتون رو معرفی میکنید و میگید که چقدر برای انجام اون پروژه سرمایه نیاز دارید. تا یه جایی پیش بردید، حالا از اینجا به بعدش رو پول لازم دارید برای اینکه تمامش کنید. ایده خیلی قشنگه. ایده اینه که من با پول خودم اومدم یک پروژه‌ای داشتم، یک ایده‌ای داشتم، ساختمش تا یه جاهاییش رو، مثلا با پرینت سه‌بعدی، با نمونه سازی بورد، با حتی مثلا ماژولای پروتوتایپینگ، آردینو و این چیزا، یک نمونه‌ای سرهم کردم. یه ویدیو و چند تا عکس خیلی معمولی از این تهیه میکنم، با توضیحاتش میام میذارم توی کیک استارتر. مردم میان میبینن، خوششون میاد، پول میذارن و اگر این پول به یه حدی برسه، پول به شما پرداخت میشه. حالا شما میتونید با اون پول برید و پروژه‌تون رو پیاده سازی کنید و به مردم یک ریواردی بدید. حالا یا بهشون میگید آقا من یه نمونه از این دستگاه رو به شما میدم، یا میگید من توی سایتم اسمتون رو میارم به عنوان اینکه کمک کردین، دمتون گرم و اینجور چیزا. ایده خیلی قشنگه. خب من خیلی خلاصش رو گفتم. بذارید یکم بازش کنم. شما اینجوریه که میذارید، میگید من مثلا 30 روز، دیفالتش 30 روزه، تا 60 روز میتونید بذارید، بیشتر نمیشه. مثلا میگید 30 روز من وقت میذارم، پیج رو باز میذارم برای اینکه مردم بیان پول بدن. بذارید یه نمونه زنده‌شو اینجا ببینیم، چون کار ما خودمون الکترونیکه، میریم تو زمینه تکنولوژیش. مثلا یه عدد، مثلا این 330,000 دلار پول گرفته، میبینید؟ یا عددهایی که میبینید خیلی معمولا اینجوری واو و گندن. جلوتر بهتون میگم قضیه چیه. مثلا همین پروژه خیلی ساده، یک اره رومیزی کوچیکه برای بچه ها. ویدیوش همون ویدیویی که گفتم، ویدیو داره، میتونید پلی کنید ببینید. بعد تعیین کرده که این احتمالاً مثلا 30 روزه بوده که حالا 5 روزش گذشته، 25 روز بازه. این 1557 نفر تا الان پشتیبانی کردن از این پروژه و اینقدر تا الان پول جمع شده. به دلار آمریکا 330,000 دلار آمریکا پول جمع شده. چقدر قرار بوده باشه؟ هدف اولیه چقدر بوده؟ 50,000 دلار. برای همین تو اون صفحه قبلی دیدیم که زده بود 660% فاند گرفته. 50,000 تا میخواسته، 330,000 تا گرفته. خب مبلغا خیلی باحاله. حالا ببینیم ادامه رم. اینجا مثلا این قسمت استوری این پروژه است، توضیح میده که این پروژه چی هست. کلا هرچی عکس و فیلم و هر چیزی داره که توضیحش بده توی این قسمت میاره. پرسش و پاسخ داره. اگر آپدیتی بعد از اینکه همه اینا رو گذاشتن بخوان بدن به بقیه کسایی که پشتیبانی کردن، بخوان بگن ما فلان کارو کردیم، توی آپدیتاش میاد. هم مردم میتونن کامنت بذارن. frequently asked question داره، سوالی چیزی دارن میان میپرسن. و خب تا اینجا ایده خیلی جالبه. من خیلی دوست داشتم توی اینجا بتونم یک
یکی از پروژه‌هامو اینجا بذارم، این مبلغا رو می‌بینین واو. ولی حالا داستان چیه؟ دقیقاً پشت پردهش چیه؟ خب ما تو از تو ایران که نمیتونیم این کارو بکنیم. کسایی که از ایران اومدن بیرون الان امکان اینو دارن که این پروژه ران کنن روی کیک استارتر، اونم نه همه کشورها ولی از یه جاهایی میشه. ولی اصل اینکه این ویدیو رو ساختم برای این بود که چون معرفی کیک استارتر که خیلی زیاده، سایت براش مطلب براش خیلی زیاده، ولی تجربه شخصی رو میخوام بهتون بگم از عددهایی که اینجا میبینید. داستان اینه که یه شرکت هایی هستن شما فقط یه ایده ای دارین، میرین در این شرکت رو میزنین تق تق کیه، منم ایدم اینه برام بساز. این دلار این یورو پول میگیره، اون ایده رو میسازه. 20,000 تا 30,000 تا میگیره، اون ایده رو برای شما میسازه، نمونه سازی میکنه، داکیومنتاشو در اختیارتون قرار میده، تمام. یه شرکت های دیگه هستن تق تق کیه، منم یه ایده دارم ساختم میخوام بذارم روی کیک استارتر. اینا میان باز پول میگیرن، صفحه کیک استارتر رو میسازن، فیلما رو میسازن و شروع میکنن تبلیغات توی سوشال مدیا، تبلیغ میکنن مخصوصا توی فیسبوک، شروع میکنن تبلیغ میکنن پیجی که شما براتون ایجاد کردن رو قبل از اینکه باز کنن، بهش میگن پری لانچ، قبل از اینکه لانچ کنن پروژه شما رو، اون پیج رو در اختیار عموم میذارن، دیده میشه، مردم میتونن بیان یه حالت به من خبر بده ای داره، اسم کلیدش اینجا هست دیگه، ریمایند داره، میزنن و وقتی که شما لانچ کنین به همه اونا ایمیل میره، میتونن بیان و خرید انجام بدن. وقتی کسی اینجا خرید انجام میده هیچ پولی جابجا نمیشه. کسی که میاد اینجا میگه من میخوام مثلا نگاه کنید این بغل شما یه قسمت داره که میتونین مبلغ بزنید، مثلا من میخوام $100 به این پروژه کمک کنم، همینجوری هیچ چیزی رو قرار نیست دریافت کنم. یا ریوارداشو نگاه میکنم، جو گفته اگه $189 پول بدین یه دونه از این میزا بهتون میده، یا اگه 220 تا بدین نمیدونم چی میده، شاید میزش بزرگتره، نمیدونم، همینجوری یه لیست داره که اگه چقدر پول بدین چی بهتون میده. فرض کنید من الان میام اینجا میگم $100 میخوام به این کمک کنم، میره تو صفحه پرداخت، من مشخصات کارتمو میزنم، وارد یعنی انگار پرداخت انجام میشه ولی هیچی از حساب من کم نمیشه، اون عدده اینجا اضاف میشه و منم به این تعداد اضاف میشم در صورتی که اصلا پولی پرداخت نشده. کاری که میکنن اینه که اول کار میان توی نیم ساعت اول، خیلی بابه که میبینیم مثلا احتمالاً الان تو آپدیت های همین پروژه هم ببینین، آپدیت اول معمولاً این شکلیه که وای ما چقدر زود، آره ببینید فقط تو 23 دقیقه اول پولشو گرفته، $50,000 گرفته تو 23 دقیقه اول. خب ایده اصلی خیلی جالبه ولی کیک استارتر در واقع روی اون ایده اصلی کار نمیکنه، نه فقط کیک استارتر، هیچ کدومشون. چرا که اون 23 دقیقه اولی که میگه معمولاً آدم‌های واقعی نیستن. اون شرکتی که اومده، گفتم 2 تا شرکت بود، یکی خودش ایده رو میسازه براتون، 2 تا شرکت نه 2 نوع شرکت از هر کدوم یه عالمه هستن، و دومی میاد این ایده رو براتون پروموت میکنه. اون شرکتی که پروموت میکنه میاد یه سری پرداخت فیک همون اول انجام میده. این 23 دقیقه‌ای که اینجا هم بزرگ نوشته بود، من رفتم تو آپدیتاش میگردم، این که میگه تو 23 دقیقه $50,000 گرفته، اونجوری اتفاق میفته، در واقع هیچ پولی رد و بدل نمیشه، فقط اونجا این پرداخت ها میاد، این میچسبه بالا، اینجا میان اینجوری ویدیو رو ادیت میکنن که تو 23 دقیقه فاند گرفت، توی سوشال مدیا میگن واو عجب پروژه‌ای، 23 دقیقه اینطور شد اونطور شد، و این عدده و این پر شدن 100% جلب میکنه نظر کسایی رو که قبلا این تبلیغ رو دیدن. در کل خیلی پول گنده اون پشت داره بازی میشه تا این پول به دست برسه. حالا اصلا چقدر سود میکنیم روی یه همچین پروژه‌ای؟ شما پروژه رو میذارید اینجا، فرض کنید که یه پروژه‌ایه که ساده ترین حالت ممکن، یک دستگاهی ساختید که یه برد الکترونیکی داره، یه جعبه داره و حالا بسته‌بندی و اینجور چیزا. شما برد الکترونیکیشو ساختید، فرض کنید اینو ساختیم، جعبه‌ش رو با پرینت 3 بعدی سرهم کردید، حالا میخواید برید سراغ تولید. اومدید توی کیک استارتر یه پروژه ران کردید، لانچ کردید که مثلا $10,000 پول بگیرید بابت قالب سازی و شروع تولید و این چیزا. اول که این قسمت رو شما خودتون انجام دادید، یعنی با اون شرکت های نوع یک ما کاری نداریم که بریم بگیم من یه ایده دارم شما برام بسازین، خب خیلی هم خوب.
شما باید تقریبا 1.5 ماه تا 2 ماه قبل از اینکه شروع کنید صفحتون رو در اختیار بقیه قرار بدید برای اینکه بتونن پول بدن، همون قضیه پری لانچ، تبلیغات کنید. اون شرکتی که میاد این تبلیغات رو انجام میده دست کم تو کمترین حالت $20,000 از شما پول میگیره که این تبلیغات رو انجام بده. و این که میگم کمترین حالتی که ممکنه با $200 انجام بده، ولی شرکت های درست حسابی که این کار رو انجام میدن تعدادشون هم کم نیست، حدود $20,000 از شما میگیره که این تبلیغات رو انجام بده. بذارید ببینم اینجا معمولا اسم اون شرکتی که این کارو کرده رو هم میشه دید. آره، این شرکت مثلا الان جلوب، بذارید سرچش کنیم. بله، میبینید دقیقاً واضح یکی از شرکت‌هایی که کارش اینه همین جلوپه که اصلا واضح نوشته برای کیک استارتر این کارو میکنه. پروژه‌ای که انجام داده، چقدر پول گرفتن، ببینید مبلغا رو، $12 میلیون، $6 میلیون. ولی این عدد چجوری؟ من دقیقاً به خود این شرکت جلوب ایمیل زدم و باشون مذاکره کردم. پولی که میگیرن همون اول کار یه چیزی بین 10 الی 20% از پولی که شما در نهایت تو ذهنتون هست که برای پروژهتون فاند بگیرید. مثلا من اگه میخوام پروژم $10,000 فاند بگیره، باید یه چیزی حدود €2,000 پول تبلیغات اولش بذارم کنار، که گفتم حالا این رقمه خیلی مثال بدی شد چون اصلا زیر 20,000 تا شروع نمی‌کنن باتون. مثلا همین 100,000 تا میخوایم فاند بگیریم، باید 20,000 تا پول تبلیغات بذاریم، 15,000 تا الی 20,000 تا پول تبلیغات بذاریم. خب 20,000 تا پول تبلیغات اینجا گذاشتیم، خرجایی هم که قبلا کردیم که پروژه رو به این نقطه رسوندیم به کنار. حالا خود کیک استارتر 5% از پولی که میذارید رو برمیداره به عنوان دستمزد خودش، 5% به عنوان هزینه انتقال پول موقعی که بقیه میان خرید میکنن از این مبلغ کم میشه، و این 10%، 20% هم که اون اول دادیم برای تبلیغات، 30% کل پولی که آخر کار قراره بگیریم و اینجا دادیم. حالا یک مالیات داریم بسته به اینکه از کدوم کشور لانچ کرده باشید، 15%، 20%، 25%، نمیدونم از هر کشوری فرق میکنه، مالیات ازتون میگیرن، فرض میکنیم 20%. یعنی تا اینجا نصف پولی که اون آخر کار قراره به شما بدن، نصف این عددی که اینجا مینویسه آخر کار برای شما رو اصلا ندارید. تقریبا 2 ماه پری لانچ صبر کردید که تبلیغات انجام بشه، 1 ماه صبر کردید که این پروژه لایو باشه، مردم پول بدن، 1 ماه بعدش تقریبا 20 خورده روز بعد از اینکه موفق شد کمپینتون، پول به حساب شما واریز میشه. یعنی اولیه 2 تا بود، یعنی 4 ماه باید صبر کنید تقریبا، و اون پول اولیه هم که گذاشتید و در آخر نصف کل این پول رو به شما میدن. حالا با نصف این پول شما باید چیزایی که مردم خریدن رو براشون ارسال کنید. اگر هزینه‌ای مثل قالب سازی و اینا دارید که خب هزینه کمی هم نخواهد بود، از اون پول کم میشه و همینا دیگه. یعنی اگر میخواین توی این سایت های تامین مالی اجتماعی یا کراود فاند ها پروژه‌تون رو ثبت کنید، حتما این چیزاش رو ببینید قبلش، چون ایده خیلی قشنگه ولی واقعیت خیلی با این ایده قشنگ فاصله داره. یعنی شما باید یه پول خیلی گنده‌ای رو اول کار بذارید، 20,000 تا مثلا بذارید اول کار برای تبلیغ، تا بتونید 4 ماه بعد نصف کل پولی که درآوردید رو بگیرید. رو مبلغ‌های کوچیک واقعا ارزش این ریسک رو نداره، یعنی اون سودی که میگیرید خیلی ناچیز میشه. رو مبلغ‌های خیلی بزرگ که مثل اینایی که الان میبینید 12 میلیون، 6 میلیون، 1 میلیون، 1 میلیون هم خودش خیلیه دیگه، فاند گرفتن، پول خیلی زیادی رو اون اول برای تبلیغش، پول خیلی زیادی رو اون اول برای تبلیغش اومدن سرمایه گذاری کردن
یه سایت جالبی که دیدم قبلا نمیدونستم، این شبیه همون کیک استارتره، سایت کرود ساپلای، مثل کیک استارتره ولی برای سخت افزاره، دقیقاً خود سخت افزار. میبینید این چیزای این شکلی، من اصلا نمیدونستم سایتی وجود داره، امروز سرچ میکردم برای این ویدیو، چشمم بهش افتاد و جالب بود. همین ویدیو رو الکی کشش ندیم. و چند تا چیز خریدم، اگر شما هم جای ویدیو درست میکنید شاید به کارتون بیاد بدونید. این میکروفونی که گرفتم تو ویدیوهای قبلی اسم کردم صدام خیلی خوب نیست. این میکروفون USB تایپ C، جزء ارزوناست ولی واقعا کیفیتش خوبه به نسبت قیمتش. و یه چیز دیگه هم خریدم، بعداً تو ویدیوهای دیگه نشونتون میدم. اینا رو من هیچ وقت آنباکسش رو نمیام نشون بدم، نمیدونم چی میگن، تحلیل و بررسی فلان محصول رو نمی کنم، چون هر کدوم از اینا رو مدلش رو بگردین تو اینترنت یک عالمه حتما ازش هست. اینم مدلش BY-M3 بویا هست، USB تایپ C. من فقط میگم به نظر من گشتم فلان چیزو خریدم مناسب بوده، از اسکوپی که خریدم، تجهیزاتی که خریدم، یکی حالا سعی میکنم آخر هر ویدیو یه چیزی رو بیام اینجوری معرفی کنم، شاید به درد کسی بخوره. مرسی که دیدید. توی ویدیو بعدی که امیدوارم همین روزا بذارمش، میریم سراغ اولین محصولی که با هم میخوایم درست کنیم و به اونم خیلی فکر کردم. سعی میکنم یک محصولی باشه که واقعا محصول باشه، فقط وقتمون هدر ندیم بازی کنیم. اگر کسی دوست داشت بره اینو تولید کنه، با یه ذره تغییرات بتونه یک چیز به درد بخوری تولید کنه، به بازار بده با یه سرمایه کم. مرسی، بای بای.